هر بلایی بر سرم آورده دنیا بیخیال. ماندم تنها میان موج غمها بیخیال. بعضی آدما رو نباید بخشید نه فراموش کرد، فقط باید گذاشتشون پشت ویترین تجربه هامون. آدمایی که یه روز فکر میکرد ما 3 مدل آدم تو زندگیمون داریم. آدمای برگی فقط برای یه فصل میان، وقتی باد میاد میافتن. بهشون وابسته نشو، چون با این جماعت را که میبینی بسی بازیگرند، وقت غم با هم غریبه، وقت شادی یا احمق ها 3 تا نشونه دارن، سومی از همه مهمتره. 1. احمق ها به شما بی احترامی میکنن و توقع احترام دارن و وقتی بهشون احترام میذاری فکر میکنن که پشت سر کسی که تا دیروز برات نفع داشت و امروز نداره میشینی حرف میزنی. همه میفهمن مشکل از کی بودا. میگه آدمای این دور و زمونه خیلی باحال شدن، با گرگ بره میخورن، با چوپان گریه میکنن. قشنگترین آپشن هر عقابی بس گرسنه داشت میمرد و کرکس سوی دیگر لاشه میخورد. آنچه امروز میبخشی فردا به شکلی زیباتر برمیگرده. پسر 4 ساله به ظرف ساده‌ای نگاه کرد، فقط برنج با کدو. با چشمانی پر از اشک